أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظیم. سیمرغ فهم هیچ یک از انبیا نرفت، آنجا که تو به بال کرامت پریده ای. هر یک به مقام خیش به جای رسیده اند، آنجا که جای نیست تو به آنجا رسیده ای. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإجماع إلى يوم الدين. در قدم نخست عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک بینندگان عزیز، اعم از جمله برادران و خواهرانی که برنامه خودشان یعنی پاسخ نور بیننده هستند. برادرانی که مشکلات شرعی دارند می توانند به شماره تماسی که در روی اسکرین تلویزیونشان درج شده به او شماره تماس گرفته و ما را از مشکلات خود در جریان گذاشته ان شاء الله به حد توان بشر پاسخ ارائه می گردد. کوشش کنید از خواب و بینش خواب و بیان خوابتان خودداری کنید، چرا برنامه ما البته این روزی که ما هستیم برنامه نیست که تعبیر خواب گفته شود و کوشش نهایی از این را داشته باشین کدام موضوعاتی که در رابطه به مسائل روزمره یا مشکلات عبادتی یا همچنان عقیدتی می داشته باشیم سوالاتتان را مطرح بکنین، ان شاء الله بیان صورت می گیره. موضوع منتخب این هفته ما رابطه بر مقام والا و بالای آن جناب علیه افضل الصلوات و التسلیمات است. بنابراین ما کسی نیستیم که آنچنانی که الله تبارک و تعالی مقام بالای بر آن جناب علیه السلام نصیب گردانیده است بتوانیم کما حقه آن مقام را بیان بکنیم. پس به حد توان بشر از بحر بیکران مقام آن جناب علیه السلام ما خواهان از ای استیم قطره از مقام آن جناب علیه السلام را که به فهم ما می توانیم بیان بکنیم تا بتوانیم که از واصفین آن جناب علیه السلام ما هم شمار شویم. پس آن جناب یا آن رسولی که الله تبارک و تعالی مقام بالای را نصیب گردانیده است، پس بیان او مقام با زبان قاصر و ناتوان ما کاملا از عقل بدور است و نمیتوان که ما بیان او مقام را بکنیم، چرا خالقی که جهان هستی را آفریده است او خالق مقام آن جناب علیه السلام را بیان کرده. پس ما را دخل نیست نه از نگاه زبان نه از نگاه عقل و درایت که بتوانیم کما حقه مقام آن جناب علیه السلام را بیان بکنیم یا توانایی از این را داشته باشیم که عقل ما به آن مقام رسیدگی بتوانه. الله ذوالجلال جل و علا شانه مهربانی میکنه در سوره مبارکه الم نشرح مهربانی میکنه که ورفعنا لك ذکرک، یا نبی علیک السلام ما بلند گردانیدیم ذکر و یاد تو را، مقام تو را، نام و نشان تو را بلند گردانیدیم. پس مقام آن جناب علیه السلام که بلند گردیده است به واسطه بلند ساختن خالق او الله تبارک و تعالی بلند شده است. پس لازم و شایان از این است که ما طول عمر خود را بیاندیشیم که به چی اندازه مقام را الله تعالی به آن جناب علیه السلام نصیب گردانیده است. تعدادی از مفسرین علیهم الرضوان در رابطه بر این آیه مبارکه
نظرات مختلف دارن و بیان میکنن هر کس به اندازه فهم و درک خود مقام آن جناب علیه السلام را چنانه که گفتیم به اندازه یک قطره ای که فهمی که ما داریم یا میتوانیم داشته باشه یا هر آن مفسر و هر آن عالمی که فهم و درکی را که پیدا کردن مهربانی میکنن. اله العالمین چنانه که فرمود و رفعنا لک ذکرک، ما یاد و نام تو را بلند گردانیدیم یا نبی علیه السلام. پس بناهن تعداد از مفسرین فرمودند که ما یاد نام تو را بلند گردانیدیم چون نام تو را در کنار نام خود ملزم ساختیم. پس هیچ یک آذانی نیست و هیچ یک تشهد در نماز خوانده نمی شود و هیچ درود فرستاده نمی شود مگر اینکه در کنار نام الله تبارک و تعالی نام نبی او محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ذکر می شود. حتی تا زمانی که ما طول عمر اقرار بکنیم که لا اله الا الله و در ملزم لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار نداشته باشیم و همچنان تصدیق نداشته باشیم، این ایمان ما مردود است، این ایمان ما مقبول نیست بلکه رد کرده شده است. پس بناهن الله تبارک و تعالی فرمود و رفعنا لک ذکرک، ما هستیم که نام تو را بلند گردانیدیم. این را اگر ما بسنجیم و مفهوم را بتوانیم درک کرده در هیچ یک دقیقه، حتی یک دقیقه و حتی اگر پیشتر برویم یک ثانیه نیز در کره روی زمین به اختلاف ازمنه که در از او ثانیه و دقیقه آذان در کره روی زمین گفته نشود. پس بناهن زمانی که آذان گفته میشه این را باید بدانیم که متصل در خود کلمات آذان مؤذنین خامخا 100% باید بگویند که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این کلمه را باید بگویند. پس هیچ زمان و هیچ دقیقه‌ای که به آذان در روی زمین سپری نمی شود. پس از این مفهوم ما برداشت می توانیم کرده که هیچ آن دقیقه نیست که آذان گفته نشود و در آن زمان و آن آذان نام گرامی رسول خدا صلی الله علیه و سلم یاد کرده نشود. و رفعنا لک ذکرک، پس ما هستیم که بلند ساختیم نام تو را و یاد تو را. پس در هر ثانیه مفهوم را این رقم باید برداشت بکنیم. در هر ثانیه و هر دقیقه نام رسول خدا صلی الله علیه وسلم در کره زمین یاد می شود. به اضافه از ای که هر ثانیه و هر دقیقه یا هر اسامی از جمله اسامی مسلمان ها در خانواده 2 فرزند 3 فرزند 4 و 10 فرزند بالاخیرش یک فرزندش شاید تعداد اکثریت مسلمان ها هستند که اسم فرزند خود را به نام محمد نامگذاری کرده باشند، یا احمد یا حامد یا محمود یا امثالهم از دیگر اسامی آن جناب علیه السلام نام فرزند خود را به اون نام مسما کرده باشند. پس هر آن وقتی که گذر میشه فرزند خود را صدا میکنن یا در غیر از او در اذکار خود در درودهایی که میفرستند مسلمان ها و همچنان در نمازهایی که میخوانند در تشهد التحیات لله و الصلوات و الطیبات که بالاخیر در اخیر ابتدا و انتهای از این درود نام گرامی آن جناب علیه السلام یاد میشود، چنانه که الله تبارک و تعالی در درود در تحیات مهربانی میکنه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. حتی اله العالمین جل و علا شانه ملزم تشهد ای را گردانیده است که سلام الله تبارک و تعالی باید در تشهد نام گذاری یا یاد کرده شود. پس حقیقتا او الله او ذات یکتا هست که نام رسول خود را بلند ساخته است و به همین مبنا هست که مهربانی میکنه و رفعنا لک ذکرک، ما هستیم که نام تو را بلند ساختیم. اگر پیشتر برویم از مقام آن جناب علیه السلام مفسرین بیان میکنه در انسانها عمومیت بشر در میان عمومیت بنی آدم مسلمان به نسبت به
انسانیت مقام بالا را داره. یک انسانی که در دایره عبدیت خدا جل و علا شانه خود را داخل ساخته، خود را بنده خدا میگه و به رسالت انبیاء علیهم السلام و رسول خدا صلی الله علیه وسلم ایمان داره و بر وجود ملائکه های عظام ایمان داره، پس او مسلمان مقامش بالاتر از او انسانی است که ایمان نداره. ادامه بحث را دنبال بکنین. سوال بر ما ایراد شده است، حتما تلفن‌ها اشکال پیدا کردن. احمد برادرمان از کابل سوال کردن که سوره ملک را بخوانید از عذاب جهنم، یعنی مردم میگویند که سوره ملک را بخوانید و از عذاب جهنم انسان را حفظ میکند، چه وقت خوانده شود؟ سوره مبارکه ملک. من انشالله جواب را ارائه میکنم. خب میم در بحث خود. الله کریم جل و علا شانه مهربانی میکنه که ورفعنا لک ذکرک. در تفسیر از این آیه مبارکه گفتیم که مفسرین فرمود که عمومیت انسان مسلمان، یعنی شخص مسلمان، به نسبت به کفار هزاران درجه، هزار در هزار درجه بالاتر است. اگرچه او مسلمان شاید نیکوکار نبوده باشه، شاید او مسلمان باشه که بعضی از معاصی ها را انجام بدهه، اگرچه او کافر یک انسان باشه که نظریات خوب داشته باشه، کارهای نیک انجام بده، لیکن به نسبت به ای که به خالق خود مقر نیست، به وحدانیت اله خود شریک قائل شده، پس این انسان ارزش به پیش بارگاه الله تبارک و تعالی نه خودش داره و نه هم عملش داره. لیکن امی فرد مسلمان با موجودیت از ای که قائل است که من مؤمن هستم، به خدا ایمان دارم و به رسالت انبیایش ما ایمان دارم و به وجود فرشتگان ایمان دارم، پس دوباره مبعوث شدن بعد از مرگ ما ایمان دارم، حساب و کتاب گرفتنی هست، ترازوی میزان گذاشتنی هست، بالاخره ما باید تمام اعمال خود را بازپرسی شوم، ما باید جوابده باشم. با موجودیت از نمیتور یک عقیدهش، نمیتور یک مسلمان به هزاران درجه از اونمو کافر کرده درجهش بالا هست. زمانی که عموم مسلمان ها مقامشان به اختتام میرسه، یعنی خاتمه پیدا میکنه، مقام متقیان شروع میشه. متقیان کسانانی رو گفته میشه که به فرامین الله تبارک و تعالی پابند بوده باشند و از نواهی خودداری بکنن، یعنی از آن چیزهایی که الله دستور داده او را انجام میتن و از آن چیزهایی که منع کرده از او خودداری میکنن. اینا کسانانی هستند که در حالت تقوا داخل شدگی هستند. زمانی که عموم متقیان مقامشان خاتمه پیدا میکنه، در آنجا هست که مقام اولیای خدا شروع میشه. مقام اولیاء زمانی که به اختتام و خاتمه خود میرسه، یعنی به اعلا درجه خود میرسه، وقتی که آخرین ولی به آخرین مقام میرسه، مقام اصحاب علیهم الرضوان شروع میشه. هر کدام صحابه علیهم الرضوان کسانانی هستند که ازشان الله تبارک و تعالی راضی هست و ایره الله تبارک و تعالی اعلان کرده. ولیکن در رتبه و منزلت درجات صحابه ها علیهم الرضوان یکی پس از دیگر درجات بالایی را دارند. به طور مثال اصحاب بدر، کسانانی که در غزوه بدر اشتراک کردن، مقام بالاتری را دارند. و زمانی که مقام عموم صحابه کرام علیهم الرضوان به خاتمه پیدا میکنه، مقام او دسته از صحابه ها شروع میشه که خصوصیات را دارند. طور مثال اصحاب بدر شروع میشه. وقتی که از این مبارک ها مقام به اختتام پیدا میکنه، اصحابی که از جمله کسانانی شدن، یعنی بشارت بهشت در دنیا برشان داده شد که عشره مبشره از 10 یاری که از یاران رسول خدا صلی الله علیه وسلم برشان در دنیا بشارت بهشت داده شد که شما بهشتی هستی. زمانی که از اینها خاتمه پیدا میکنه، یعنی از 6 تن دیگرش از 4 یار رسول خدا صلی الله علیه وسلم شروع میشه و از اینها زمانی که خاتمه پیدا میکنه میره و به همین ترتیب از حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شروع میشه. حسنا خواهرمان از سر کوتل سوال کردن که چه اعمالی را انجام بدهیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم را در خواب ببینیم. ما سوالشان را انشاءالله یادداشت میکنم.
زمانی که آخرین صحابی، یعنی از نگاه مقام و منزلت بالاترین صحابه، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عقیده ما این است که به اتفاق آراء اهل سنه و الجماعه بعد از انبیا مقام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اولین مقام هست در روی زمین. خب به هر صورت زمانی که مقامات سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خاتمه پیدا میکنه، مقام انبیا شروع می شود. این دقیق شوین که ما از این فضیلت شروع کردیم، باز مطلب از ذهن ما و شما گدوت نشود. وقتی که مقام انبیا شروع میشه و انبیا علیهم السلام هر کدام تمامشان 1,24,000 پیامبر کم یا بیش ما بر وجودیتشان ایمان داریم، بر رسالتشان ایمان داریم، بر تمامشان علی السویه بالنسبت بر از ای که انبیا هستن علیهم السلام ما ایمان داریم. لیکن یک چیز را ما دقیق شویم که در میان انبیا علیهم السلام همچنان کسانی از انبیا هستند که مقام بالاتری را دارند، این فضیلت بالاتری را الله تعالی برشان نصیب گردانیده است. محسنه خواهرمان از کابل تماس گرفته بودند و سوالش همکارا گرفتن چرا هرچه برای مسلمانان فلسطین دعا میکنیم قبول نمیشه. ما سوال از اینها رو یادداشت میکنم، برنامه را بیننده باشن. زمانی که عموم انبیا علیهم السلام مقام و منزلتشان به خاتمه میرسه، مقام انبیای اولوالعزم شروع می شود و این انبیای اولوالعزم را ما و شما همیشان را میشناسیم. زمانی که مقام از اینها و خاتمه پیدا میکنه، مقام رسول خدا صلی الله علیه وسلم شروع میشه. اینجا مطلب ماست. و مقام رسول خدا صلی الله علیه وسلم جز الله تبارک و تعالی خاتمهش را دانا هست و برای هیچ کس اون مقام خاتمهش معلوم نیست، یعنی خاتمه را پذیرا نیست. یعنی بعد از تمام انبیا ابتدای مقام رسول خدا صلی الله علیه وسلم شروع می شود و انتهای از اون مقام جز به الله تبارک و تعالی به هیچ کسی معلوم نیست. جز به همین اندازه که ما باید مقر باشیم، مثال از او عارف بزرگوار مهربانی میکنه: یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، یعنی بعد از اله العالمین جل و علا شانه خالق تمام هستی ها، مقام والا و بالای را رسول خدا صلی الله علیه وسلم دارا هست. انشاءالله در رابطه به مقام آن جناب علیه السلام دیگر مطالب هم وجود داره، لیکن به پرسش ها پاسخ باید ارائه شود. کسانانی که سوال کردن و تازه سوال دیگری هم به دسترس ما رسیده است که شبنم خواهرمان از پروان سوال کردن که آیا رزق و روزی حرام باعث بدینی و خرابی وضعیت خانواده می شود یا خیر؟ ابتدا برادرمان سوال کرد که سوره مبارکه ملک آیا نجات دهنده از برای یک انسان هست یا نه، و همچنان این سوره مبارکه در کدام زمان خوانده شود بهتر است؟ بله، این ما میدانیم. تمام قرآن کریم که ما و شما واقف هستیم و دانا هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام خواهر، بفرما. بفرما. چی چپا میشه خواهر؟ چی چپا میشه؟ چی چپا میشه گفتین؟
ایرم در خواب دیدین؟ آه در خواب دیدم، موقع هم دیدم. خواه یکی که سوال خانم شاشه من ادراک را کنه که معلومت در خواب. درست است خواه بیننده باشی. سوره مبارکه ملک به اضافه که ما گفتیم تمام قرآن کریم ناجی است. القرآن اما حجت لک او علیک، قرآن یا دلیل است از برای ما یا از برای تو، یا دلیل است بر بالای تو، یعنی به معنی شفاعت کننده است برای تو یا شکایت کننده است از برای تو. ما در احادیث داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم من حیث تشویق مهربانی کرده است. سوره از در قرآن کریم که این سوره نجات دهنده است از مرای صاحب خود که او دارای 30 آیه است. الا این متوجه باشین که الا و هی سوره الملک، با خبر که او سوره مبارکه ملک است که 30 آیت است و این سبب روشنایی در قبر انسان می شود و این را اگر یک فرد مؤمن همیش در ابتدای زمانی که خواهان از از بخوابه، یعنی قبل از خواب خود شب تلاوت بکنه، این نور را در قبر از این انسان بر از این انسان افزایش میده. کوشش شوه همیش قرآن کریم تلاوت کرده شود. خود زمانهای خاص بر سوره های خاص ما داریم. بعد از نماز خفتن سوره مبارکه ملک فضایل زیاده را داره. بعد از نماز صبح سوره مبارکه یاسین. این را کوشش بکنیم ورد خود بسازیم. عزیز آقا برادر از پروان به تماس هستن. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله برادر، بفرما. بفرما برادر. شما همیشه وقت گفتین که تهجد بعد از 12 شب بخوانین، نمیتونه؟ درست است. منتظر باشین. قربانتون. خب سوره مبارکه ملک گفتیم که بعد از نماز خفتن و قبل از خواب تلاوت شد و فضیلت بیشتر را دارد. همچنان خواهر پرسان کرد که اگر هر چقدر دعا میشه به برادران فلسطین چرا دعا قبول نمیشه؟ ما کجا میدانیم که دعا قبول نشده است؟ ما موظف هستیم که به برادران و خواهران مسلمان خود در هر جا که باشند دعا بکنیم. ای که قبول میشه یا نمیشه او با بارگاه الله تعالی ارتباط داره. ممکن همی آزادی فلسطین هم یا دیگر ممالک اسلامی یا بعضا پیشرفت هایی که ما میبینیم امی بر دعای امو چند تا بزرگ خورد یا معصوم اطفال یا یتیمانی که به پیش بارگاه الله تعالی عزت دارن، این دعای از اینها بوده باشه. پس دعا قبول میشه. دعا 3 حالت داره: یا قبول میشه در دنیا امو اجر قبولیت برات داده شد، یا است که برات در دنیا داده نشد یک بلای از سر مدعی کسی که دعا کرده از دور میشه، یا امی فضیلت دعا بر صحرای آخرت بر امو فرد دعا کننده داده میشه. لیکن این ما دقیق متوجه شویم دعا 100% قبولیت داره. این نگیم دعا قبول نمیشه. چرا؟ دعا 100% به نیت از این ما دعا بکنیم که بله اینمی دعای ما 100% قبول شدگی است به بارگاه الله تعالی. اما ای که دفعتا ما نتیجهش را نمیبینیم، ممکن در آینده ببینیم، یا ایست که بالکل ندیدیم، ممکن بلایی را از سر مردم فلسطین دور کرده باشه الله تبارک و تعالی، یا فضیلت امو دعایی که ما برشان میکنیم برشان الله تعالی اجر و پاداش بر از اونها هم در آخرت بده و بر ما و شما هم چنان نصیب کنه. دعا قبول میشه. خواهر سوال کرد که چه کارها کنیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم را به خواب ببینیم. خوب سوال است. به هر آن چیزی که فکر بکنیم و استراحت بکنیم بلا فاصله امو چیز را ما در خواب خود میبینیم. این را دقیق شویم. اگر ما طور مثال میگیم به کار و باری که به فردایش نیاز داریم زیاد شورت و فکر میکنیم، سوج میکنیم، به همو سوج و فکر به خواب می رویم، بلا فاصله می بینیم که امو خواب را ما می بینیم. خب زکیه خواهر ما از کابل به تماس هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام خواهر، بفرما. ما
خواه پیش از من دیدیم دقیقا کدام اینو بسرگاه کدام میشنم که پیش افتا و از طرف قبله میشه و من میتشیم دمیخواه میتونیدم که خدا صحبت ما خونیده بودم به کتابا از زن مولای صحبت خونیده بودم که طرف قبله که افتا خیش روز آخر میرسه دروازه توبه بسته میشه از اینانی که دستیم یادم تحقیق نیاید درخه ما میباشه چیره میباشه او را که من میبینیم من میبینیم پس از طرف قبله پس میره از طرف قبله میباشه پس میره باز که پیش میبینیم از دسته از طرف قبله میباشه پس که میبینیم از خود این طرف از این طرف بلند میشه اسمان پاس میشه باز من وجود میکنم دانم و حالت وجود میکنم نماز میخوانم گریان میکنم باز باز دارم مخال دیده بودیم نشی مهدی علیه السلام دیده بودم دخل میگم در جامعه ملنگی آمده میگرده میگم سبای خداوند نمیشنم مهدی علیه السلام میگه که 20 سال خو میگه تو در این دنیا چی در جامعه ملنگی آن میگه برو میگه کارت انجام بده من این طرف میبینم که 20 روزی مستر وارید که قیامت وارید که گرد و خاص است من اینجا توبه میکشم حجت و خطاست و میبینم ورقارم نام محمد است نامی الله تو وقتی در این دوره میگیرم مات میکنم دیوار دارم همراه مهدی علیه السلام که دست میزنم و صدا خداوند خودم میشنم میگم من همراه مهدی علیه السلام که در میزنم خداوند میگه که مهدی علیه السلام میگه که تو برو دستی از اینه که کارت انجام بدی دستی از اینه که دیوانه وارد تجیت و فکر خود غرق است دستی از اینه بس تو برو میگه کارت انجام اینا یه خطایی باید کشت میدنم تو خوارم اشیات میشنم که اصیل سیست یک دفعه سکوتم که میشد مخواه دیده آل این رقم خواه دیده هفته سال میکنه مولد شد و مصابیر خواه مبتی سیست درست است خواهر بیننده تلویزیون باش. دوستا وقفه داریم انشاءالله زود برمیگردیم به پاسخ سوال ها جواب ارائه می شود. مجددا عرض سلام و ادب و احترام دارم به تمام برادران و خواهرانی که تازه به برنامه خود پیوستند. در ادامه جوابات هستیم. خواهر پرسان کرده بود که چه کارهایی را بکنیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم را در خواب ببینیم. ما کمی توضیحات داده بودم بیشترتر. به این مطلب گفتیم که به هر فکر و اندیشه که بخوابیم انشاءالله همو فکر و اندیشه ما راهنماییش یا اموش فکر و اندیشه خود را در خواب میبینیم و در ضمن از این کوشش میکنیم که ما درود زیاد بر رسول خدا صلی الله علیه وسلم ما بخوانیم. به هر اندازه زیاد درود فرستادن این باعث میشه که ما بتوانیم با همو کثرت درود زیاد بتوانیم رسول خدا صلی الله علیه وسلم را در خواب ببینیم. انشاءالله زیاد درود حداقل ورد خود بسازیم، شب 100 مرتبه درود بر رسول خدا صلی الله علیه وسلم بفرستین. انشاءالله شما در خواب رسول خدا صلی الله علیه وسلم را میبینید. خواهر سوال کردن که روزی حرام و از راه درآمد حرام روزی اگر آورده شود آیا در زندگی تاثیر بد می داشته باشه یا خیر؟ بله 100% می داشته باشه. روزی حرام باعث قبول نشدن دعا میشه و باعث بی‌برکتی در خود زندگی میشه و باعث از بین رفتن مال و منال زندگی میشه و تمام بدبختی ها که شروع میشه و در زندگی از امی راه شروع میشه و که انسان از راه حرام مدرک یا مخرج خود را پیدا میکنه. یعنی از هر نگاهی که باشه، دزدی باشه، چور و چپاول باشه، یا ایست که رشوت خوری باشه، از راه سود باشه، از راه ظلم و ستم باشه، از راه غصب باشه، یا هر راهی که باشه، خلاصه از راه های مختلف حرام در خانه اگر لقمه نان آورده شه و خود فرد بخوره یا علیه اولاده خود بخورانه، بی برکتی، بی نظمی و تمام ابعاد مختلف مشکلات در زندگی انسان ایجاد می شود. برادر سوال کردن که در طول سال من مریضی دارم که مرا اکثرا شب خواب نمیبره. اگر بعد از 12 شب تهجد بخوانم آیا امی در تهجد حساب میشه و یا خیر؟ 100% بالکل در تهجد حساب میشه. به هر اندازه‌ای که میتوانی امی کارت را کسرت زیاد بده. بله 100% چرا نشوه؟ ما
در رابطه بر تعریفات یا امو راهنمایی هایی که از احادیث داریم به این شکل است که یک انسان به منظور تهجد 1 ساعت هم اگر استراحت میکنه و بعد از او میخیزه به نیت تهجد ادا میکنه و نماز میخوانه، ای در همو تهجدی که حتی در اخیر شب خوانده باشه به همو مثابه ثواب داره. خب لیکن اگر بازم یک مطلب را دقیق میگم برای شما، اگر همی تهجد در اواخر شب باشه یعنی نزدیکی صبح باشه، ثوابش به نسبت بیشتر تر است، یک چیز اجر و پاداشش بیشتر تر است. لیکن هر دو زمان تهجد است، مشکلی نداره، تهجد شما در همین زمان هم بخوانین کفایت میکنه. خب خواهر سوال کردن که خواب دیدم آفتاب از طرف قبله برآمد و مهدی علیه السلام را خواب دیدم بیرون شده است. گرچه ما خود در ابتدای برنامه گفتیم که کوشش بکنین از گفتن خواب خودداری بکنین، نه ما معبر هستیم و نه هم مناسب است که برنامه های داشته باشیم صرف برای خواب باشه. نه، کوشش بکنین از گفتن خواب صرف نظر بکنین، مسائل شرعی ایراد بکنین، انشالله پاسخ گفته میشه. خب به نسبت به مو قرائن و امو بعضی از موضوعاتی که در احادیث ما و شما داریم نسبت به اواخر الزمان، علامات آخر الزمان، یکی از جمله بزرگترین علامات آخر الزمان برآمدن آفتاب از مغرب، یعنی از جایی که می نشینه پس دوباره از اونجا می خیزه. علامت بزرگ قیامت، زمانی که این آفتاب از طرف مغرب برخیز دیگه دروازه توبه بسته میشه، توبه هم قبول نمیشه، چنانه که خواهر ما گفتن که از علما همینطور شنیده بودن. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. بفرما خواهر. سلامت باشه خواهر، بفرمایید. نه 11 بجه شب استراحت شده بس میخیزه میخوانه؟ خب صحیح است، منتظر باش. خب گفتیم که زمانی که از جمله اواخر علامات آخر الزمان یعنی قیامت، آفتاب برآمدنش از طرف مغرب است و این میشه انظار و بیم و ترسی است که الله تعالی بر وجود بعضی از بندگان خود ایجاد میکنه به نسبت به فهم و درکی که الله تعالی بر از اینها ایجاد میکنه که حتی در خواب برشان راهنمایی میکنه که قیامت نزدیک شده است. و این ما و شما آگاه و دانا هستیم که بله قیامت نزدیک شده است و علائم صغرای قیامت تمام علائم دیده شده است. متبقی مانده 10 علامت بزرگ یا کبرای قیامت که او هم عن قریب انشاءالله اگر الله تعالی خود دانا ذات است به وقوع قیامت خواهان از او شو قیامت را نزدیک ساخته و حتی میتوان در زمان ما و شما قیامت را برپا بکنه. خب وقوع زمان قیامت به هیچ کسی معلوم نیست، ولیکن گفتیم که به نسبت به ارشادات رسول خدا صلی الله علیه وسلم مواردی که صغرای قیامت است بیان شدگی است و او چیزها را ما و شما دیدیم و این از امو انذار و بیم و عبرت هایی است که پروردگار جل و علا شانه به بعضی از بندگان خود میته، حتی در خواب شده است برشان نشان میته که بله قیامت نزدیک است. کوشش شود که توبه هرچه زودتر صورت بگیره تا نشو که زمانی که آفتاب از طرف مغرب برخیزه و دروازه توبه بسته شو که دیگر هیچ کاری از ما و شما صادر نشود. خواهر سوال کرد که اگر در ساعت 11 شب تهجد خوانده شوه مشکلی نداره؟ نه خیر خواهر گرامی، مشکلی نداره، اجر و پاداش خود را داره. اگر یک فردی میدانه که من میخیزم به پس شب یا امو اواخر شب میتونم تهجد بخونم، در از او زمان اجر زیافتر ثواب بیشتر را داره. اگر ای که توثیق علیه خود نداره، مطمئن نیست که من در اخیر شب میخیزم، بله در زمانی که استراحت میشه با نیت تهجد بخیزه، نماز ادا بکنه، انشاءالله الله العالمین جل و علا شنو همین نمازش را در ثواب تهجد برش مرقوم می داشته باشه. خب میایم پس دوباره به مقصد اصلی خود که مقام آن جناب علیه السلام بوده. رسول معظم اسلام علیه السلام مقامی را که الله تبارک و تعالی برش نصیب گردانیده است، او مقام گفتیم که از فهم و درک ما بالاتر است.
خب خدیجه خواهرمون از کابل به تماس هستن. سلام علیکم و رحمت الله. بله خواهر، صدای ما رو داری؟ خب فکر میکنم تماس خواهر از دست دادیم. اله العالمین جل و علا شانه می توانیم ما استدلال بکنیم از حدیث معراج یا امو آیه مبارکه که در سوره اسراء بیان شدگی است: سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک منزه است آن ذاتی که برد به شب بنده خود را از مسجد الحرام تا به مسجد اقصی و مقام رسول خدا صلی الله علیه وسلم را در دنیا ایجاد کرد با موجودیت امامت رسول خدا صلی الله علیه وسلم بر تمام انبیاء علیهم السلام. رسول خدا صلی الله علیه وسلم در شب معراج در بیت المقدس، قبله اول اسلام، تمام انبیاء علیهم السلام را پیش نماز میشه و برشان نماز میته. در از اینجا مقام آن جناب علیه السلام علیه تمام انبیاء علیهم السلام را اله العالمین فضیلتش را بیان میکنه، یعنی امام الانبیاء قرار میگیره. و بعد از او اگر ما از مقاماتی که چه خطبه های خوانده شد در شب معراج در بیت المقدس وقت ما یاری نمیکنه، اگر از این مطلب بالاتر برویم که رسول خدا صلی الله علیه وسلم به طرف آسمان ها عروج داده شد، یکی پس از دیگری بر آسمان ها بلند کرده شد. در آسمان اول چی را دید و چی سخن ها رد و بدل شد، در آسمان دوم و سوم و چهارم و پنجم الی هفتم، بالاخره به سدرة المنتهی بر مقام قلم و نوشتاری که زمانی رسید و به مقامی که قاب قوسین او ادنا که اون مقامی که جز اله العالمین جل و علا شانه دیگر هیچ ذات نمیشه و که بیانش شو و کیفیت از اون مکان، جای از اون مکان نمیتونیم ما جای بگویمش یا بیان از اون مطلب را بکنیم که چگونه جای بوده، از فهم و درک ما بالاتر است. سلام علیکم و رحمت الله. خب فکر میکنم که تماس از دست دادیم. از فهم و درک ما بالاتر است، چنانی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم مهربانی میکنه. سلام علیکم. بله صدای ما رو داریم برادر؟ علیکم السلام و رحمت الله. بفرما برو. فراموش کرده همینه، اینه فراموش میشه یا همون آخر میشه یا همیتلی آدم رفته همین از شما پرسان کرده. او آدم که شما درست است، بیننده برنامه باش. برادر سوال کرد که اگر کسی قرضدار باشه 200 300 ولو که 1000 10000 1 لک، خوب هر صورت مقدارش مهم نیست، از یک فرد قرضدار هستی و 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال گذشته است، اگر او فرد موجود باشه، خودش یا ورثه از او شخص یا امید از ای باشه که امو شخص را پیدا بکنی، ای پول را نگهداری میکنی تا به صاحب اصلیش پس دوباره بگردانی، یا برای خودش اگر خودش نبود موجود فوت کرده بود یا به شکلی که ناپدید بود بالاخره یک ورثهش بود، به ورثهش میتونی که تسلیمش بکنی. اگر بالکل امید قطع شده بود از ای که همو فردی که ما از او قرضدار هستم، ما امید رو بخی قطع شده است که نمیتوانم او رو پیدا بکنم، نه خودش نه ورثه‌اش را هیچ نشانی هم از او ندارم، باز امو مقدار قرضی که از او فرد گرفتگی هستیم او رو باید صدقه بکنیم، ثوابش را به همون نفر برسانیم، انشاءالله که جواب خود را گرفته باشیم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم در ادامه بحث خود برمیگردیم که فرمود لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. ما به همراه الله خود، ما به همراه رب خود، ما به همراه خالق خود زمانه ای را بودم. نیلوفر خواهرمان از بلخ با تماس است. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم خواهر، بلندتر گپ بزنید. صدایتان را بسیار ضعیف دارم خواهر عزیز، کمی بلندتر.
بفرما. درستر شد. بفرما. سلامت باشی. درست است خواهر، من سوال شما رو گرفتم، بیننده برنامه باش. خواهر از بلخ به تماس شدن، نیلوفر خواهر نام داشتن. اول سپاسگزاری برنامه کردن، خداوند جل و علا شانه بر خودشان هم خیر داره نصیب بگردن و بر ما هم توفیق بیشتر نصیب بگردن و بتوانیم خادم مردم خود باشیم. بیوه آیا صلاحیت خود را داره که ازدواج بکنه یا هم صلاحیت از این خواهرانی که به طور مثال بیوه میشن، شوهران خود را از دست میتن، اینا را خسر و یا ایورها صلاحیتش را داره؟ خوب سوال شد و دقیق متوجه باشیم. دین ما، رسول ما صلی الله علیه وسلم بر ما ارشادات فرموده که هر فردی از افراد جز کنیز و غلام، او مطلبش جدا میگذاریم، هر فردی از افراد مؤمن یا مؤمنه آزاد باشند، اینا حق و صلاحیت خود را دارن. متوجه شدیم؟ حق و صلاحیت خود را دارن، چه دختر باشن چه بیوه باشن. فقط صرف و صرف حق دختر، یعنی حقی که ولیش بر بالایش داره که برش مشورت بده، برش راهنمایی کنه، یک چیزی راهنمایی رو باید داشته باشه. یعنی حق از بر بالای پدر و مادر و برادران بزرگش که بر بالای همشیره خود دل بسوزان راهنمایی بکنن. لیکن حق تحمیل را بر بالای دختران حتی جوان خود هم ندارن که هنوز به ازدواج ندارن. حق تحمیل را ندارن که بقبولانن که بله دخترم باید 100% به بچه کاکایت، به بچه مامایت، خاله و یا عمه یا فلان یا هر کسی که باشه تو 100% باید ازدواج بکنی. این حق را نداریم. علل خصوص در مورد مادران یا خواهرانی که بیوه میشن، این دقیق شویم. بیوه میشن، حق مسلم خودشان به دست خودشان است. کسی نه از جمله طرف والدین خودش، نه از جمله والدین شوهرش که خسرش میشه یا خشویش میشه یا ایورانش میشه، حق از این مسئله را ندارن که علیه از این خانم برادرش باشه یا خانم فرزندش باشه بقبولانن که تو باید 100% با بچه ما که ایورت میشه یا با بچه ما که بچه ایورت میشه تو باید 100% عروسی بکنی. بر ما ننگ است، عار است، این است، آن است. این کلمات را باید بگذرانیم از خود. در زندگی خود به مسائلی که ضرورت داریم باید خود را بفهمانیم. تا به چه زمانی ما جاهل باشیم خدای نخواسته، چرا دین خود را دقیق نفهمیم، زمانی که باز دوباره تکرار میکنیم. یک مادر بیوه میشه، حق خودش است که انتخاب داشته باشه. خودش اگر خواست به همراه ایور. خب در ادامه جواب پس دوباره برمیگردیم. پروین از کابل به تماس هستن. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر بفرما. خینه به مردا دیگه. یک سوال دوم که چک کردن که به مردم میگن جایز نیست. پیامبر ما فرموده که کسی که خینه کنه، یعنی چک کنه، لعنت خدا به او است و به جهنم میره. خب یعنی به زنا جواز داره؟ نه به مردا. خب به زنا چطور باز؟ نظرتان در این سوال است یا نیست؟ به زنا جایز داره. خب این را کجا گفتن؟ خیال دقیق جواب مرا متوجه باش، من انشالله برای تو جواب میگم. یک سوال دیگه. سوال سیومتان بگو.
در مدینه مرد رسید که حنا کرده یعنی سینه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بسیار قهر شده. بعدم صحابه به حضرت محمد گفته که ای رسول الله اجازه بده که گردن را بزنم. بعد پیامبر فرمود که ندان که نمازگزار است. این حدیث درست است؟ خب این را متوجه باش، بیننده باش، من انشاءالله هر سه همین سوالات جواب میدم. سلامت باشین. بخیر باشین. خب در جواب خواهر قبلی ما گفتیم که خواهرانی که بیوه میشن اختیار خود را دارن. خواهان از این هستن بیوه خود را بگیرن، بچه ایوه خود را بگیرن یا فرد دیگری را بگیرن. او اختیار خودشان است، کسی به امرای اختیارشان دخلی نداره. فقط یک چیز را مد نظر داشته باشن که باید عدت سپری بکنن. عدت چی معنی؟ اگر در بطنشان طفلی از شوهر قبلیشان هست که فوت کرده، اگر او در بطنشان موجود بود بگذارن که او طفل به دنیا بیاید، بعد از او تصمیم ازدواج بگیرن. یا 4 ماه و 10 روز اگر در طفلشان نبودن باید سپری شود تا ای که بعد از او باز تصمیم خود را بگیرن و ازدواج بکنن به هر کسی که دلشان خواست، رضایت خودشان بود. پروین خواهرمان از کابل 3 تماس گرفتن، 3 سوال کردن، میبخشید. سوال کردن که خینه بر مردان جواز داره یا خیر؟ نه خیر. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که بوی از برای مردان است و رنگ از برای زنها هست، یعنی اشاره بر از است. عطر از برای مردان است و این عطر استفاده کردن بر زنان امت مسلمه حرام است. و حتی در از این ارشادات خود فرمودن کدام زنی که با عطر و بوی خوشبویی از خانه خود بیرون میشه پس دوباره تا خانه خود برمیگرده، این در حکم زانیه حساب میشوه. خودداری کرده شوه. مادران عزیز، خواهران بزرگوار، از خانه تان بیرون میشوین، عطر مستعمل نکنین در لباس خود یا در جان خود. خب و خینه از برای مردان حرام نمیتوانیم گفته که حرام مطلق گفته شوه، بلکه عمل ناپسند است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده این مخصوص از برای زنها هست. رنگ از برای زنها هست، چرا به خاطر زیب و زینت ایجاد می شود و مرد باید از این مطالب خودداری بکنه. اگر به کدام درد و مشکل مثلا یک تعداد به این فکر هستند که اگر در ترکیده های دست و پای خینه استعمال کرده شود جور می شود و بعضی از مرض های دیگر هم ممکن که به این واسطه خینه گم شود، مشکل نداره به خاطر تداوی باشه، ولی به خاطر زینت 100% باید از این مردان امت مسلمه خودداری بکنن. و سوال دومشی بود که چکچک بر مردا ناروا هست، حرام است و بر زنها فکر میکنم از جای شنیده بودن که جواز داره. نه خیر. چک یعنی چک دست به دست همدیگر زدن در عروسی ها یا در هر چیز، این از جمله اعمال ناپسندی هست. از جمله اعمال ناپسند میگذاریم در جایش خودش که حتی از محرمات حساب میشه. و الله تعالی از قشر و گروه مشرکین یادآور میشه که نمازشان، یعنی از حتی از مشرکین هم میگذاریم، از مشرکین فکر میکنم در سوره مبارکه انفال است که مهربانی میکنه، نمازشان به شکل چکچک و سود بود، یعنی اشپلاق ما و شما میگیم. دو توجیه میکنن مفسرین علیهم الرضوان. یکی به خاطر که توجیه میکنن به این مبنا که خودشان امی کار انجام میدادن در نماز خود، یا است که اگر این توجیه را نگیریم، توجیه دومیشان به این معنا است که وقتی مسلمان ها در نماز استاد میشدن، اینها به کف زدن، چک زدن شروع میکردن و اشپلاق میزدن تا اینکه مسلمان ها نمازهای خود را غلط بکنن. و همچنان در تفاسیر درج است که چک زدن، اشپلاق کردن، بازی کردن، سنگ دور انداختن و بعضی از مرضهای دیگری که مثلا قمار باشه، اینها از جمله اعمال قوم لوط علیه السلام است. این قوم لوط علیه السلام دو عمل بسیار مشهور داشتن که ما و شما و اعمال تمام ما و شما زن و مرد میشناسیم چه عمل داشتن. اضافه تر از او اعمال خود چک کردن و همچنان گفتیم اشپلاق زدن و همچنان سنگ دور انداختن از جمله اعمال قوم لوط علیه السلام بود و از جمله اعمال حرام است این چک کردن، چه مرد مؤمن باشه چه زن مؤمنه باشه، از این عمل 100% خودداری بکنیم. متوجه شدیم؟ 100% از عمل چک کردن علل خصوص در عروسی ها و در غیر از عروسی ها هم چون مضر عمل است، از این 100% باید خودداری باشه. فرق نمیکنه بر زن باشه یا مرد باشه، این دقیق شد. سوال سومشان که مرد خینه کرده بود نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم
تشریف آورد. رسول خدا صلی الله علیه و از این انسان بسیار بد تعریف کرد، حتی کسی خیست که گفت ما گردنش را بزنم. رسول خدا صلی الله علیه و فرمود نه، گردن از این نزن، چرا که این مؤمن است. نخیر خواهرم، این حدیث هم نیست و این ما نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و داده نمیتوانیم. چرا این عمل به حد شنیع نیست که سر یک مؤمن باید زده شود و به حد ای شنیع و بد نیست که در محرمات داخل شود که حتی رسول خدا صلی الله علیه و فرموده باشه که این ما باید که از بین ببرم. نه، این حدیث است، نمیتوانیم این ما در درج احادیث داخل بکنیم. شاید از کسی که شنیده باشیم و یا عالم نباشه یا کسی باشه که از پیش خود به خاطر ترس مردم گفته باشه که نفهمیده باید ما چه رقم از احادیث استعمال بکنیم، چه رقم گپ بزنیم. این از این مطالب 100% خودداری داشته باشیم. خب میاییم پس دوباره به موضوع خودمان که مقام والای آن جناب علیه السلام است. رسول خدا علیه افضل الصلوات و التسلیمات مهربانی کرد در حدیثی که لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. ما به همراه خالق خود یک وقت و زمانه بودم که در از او وقت و زمانه و جایگاه هیچ ملک مقرب جایگاه نبود که بتوانند برسن و هیچ نبی فرستاده شده هم به اون مقام نتوانسته برسن. خب هیچ یک پیغمبر و هیچ یک ملک مقرب به آن جایی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم به دعوت اله العالمین جل و علا شانه رسید، هیچ یک انسان و هیچ یک ملک و هیچ یک موجود دیگر از موجودات الله تبارک و تعالی به اون مقام و منصب رسیدگی نتوانست. چنانه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم روایت میکنه که من در شب معراج به همراه خالق خود تکلم کردم، سخن گفتم، از او تحفه دریافت کردم و او تحفه که بالاخره ما و شما 5 وقت نماز است که در ابتدا 50 وقت نماز علیه رسول خدا و امت رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرض شده بود. به نسبت به مشوره موسی علیه السلام رفت آمد، چندین بار رفت آمد، 50 وقت نماز به 5 وقت نماز مبدل شد. بازم رسول خدا صلی الله علیه وسلم ذاتی هست که بسیار مشوق، ذاتی هست که بسیار دوست داره از این است که اجر امت ما باید که بالا باشه. طبیعت ملال شده بود که چرا از 50 وقت نماز با 5 وقت نماز مبدل شد، باز اینجا اجر امت ما بسیار کم می شود. الله تبارک و تعالی ذات مهربان ذات است فرمود که یا نبی ما تو غمگین و ملال نباش، چرا که ما هستیم که اجر و پاداش امت تو را 1 بر 10 برابر بیشتر می سازیم. یعنی به این معنا که اگر 5 وقت نماز را درست بخوانند امت تو، ما معادل 50 وقت نماز را قبول می کنیم. و نماز الصلاة معراج المؤمن، نماز معراج مسلمان است. و گویا تو انسان و مسلمان، ما انسان و مسلمان زمانی که در سر نماز استاد میشیم با معراج یعنی با الله خود تکلم میکنیم، گویا در معراج رفته باشیم و با الله خود تکلم بکنیم. به هر صورت موضوع ما پراگنده نشود. مقام آن جناب علیه السلام گفتیم که از فهم و درک ما بالاتر است، چرا که الله تبارک و تعالی به آن جناب علیه السلام مقامی را که نصیب گردانیده است به هیچ یک مخلوق خود او مقام را نصیب نگردانیده است. چنانه که ما شعری را در ابتدا خواندم، عارف بزرگ مهربانی کرد: سیمرغ فهم هیچ یک تن از انبیا نرفت، آنجا که تو به بال کرامت پریده ای، هر یک به قدر خیش به جای رسیده اند، آنجا که جای نیست تو به آنجا رسیده ای. در آنجایی که ما جا برش گفته نمیتوانیم، آنجا رسول خدا صلی الله علیه وسلم در از آنجا رسید و الله تعالی به اون مقام واصلش گردانید. وقت برنامه ما تمام شده است. تا برنامه بعدی شما را به الله به نیاز می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.